سلام به همه دوستای خوبم. امروز میخوام یه مرغ سرخ شده خیلی خوشمزه رو به روش رستورانی تو خونه درست کنیم. لطفاً لایک و اشتراک گذاری رو فراموش نکن. خب برای شروع پیازهای خلالی رو ته ظرف پهن می‌کنیم. بعد فلفل دلمه و سیر خلالی رو به اون اضافه می‌کنیم. اگه هویج دارین میتونین از هویج هم استفاده کنین. بعد از اینکه مرغا رو روی مواد چیدین، نوبت اضافه کردن ادویه‌هایی هستش که تو کپشن براتون گذاشتم. حالا 2/3 لیوان آب و 2/3 لیوان روغن رو به ظرف اضافه میکنیم. این مقدار برای 3 الی 4 تا روم کافیه. دقت کنید بیشتر از این آب اضافه نکنید چون خود مرغ آب میندازه و غذا مزه مطلوب نخواهد داشت. بعد اجاق زیر ظرف رو با شعله زیاد روشن میکنیم و اجازه میدیم آب به جوش بیاد. و پس از اون شعله رو تا انتها کم میکنیم تا مرغ‌ها کامل پخته بشن. بعد از اینکه مرغا به روغن افتادن، زعفرون و سرکه سفید رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم 15 الی 20 دقیقه با شعله کم مرغا مزه زعفرون و سرکه رو به خودشون جذب کنن. در انتها اونا رو 5 الی 10 دقیقه توی فری که از بالا روشن کردیم میذاریم تا روی مرغامون هم کاملا طلایی بشه. و این هم نتیجه کار. امیدوارم تو خونه درست کنین و لذت ببرین.